بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: زمان می آید که فاسقان و جاهلان بر بالای مردم راهبری می کنند. زمان می آید که مردم زناکاری و شراب خوری را حلال می دانند. زمان می آید که زنان لباس پوشیده اند اما در حقیقت لختند، یعنی برهنه اند، با لباس نازک و چسبیده در تن. زمان می آید که کسی توجه و پروا نمی کند که آنچه را به دست آورده است از حلال است یا از حرام. زمان می آید که مردم پیدا شوند که دین خود را به متاع ناچیز دنیا می فروشند. زمان می آید که خواندن و گرفتن علم برای مقصدهای دنیوی حاصل می شود. زمان می آید که زنان مویهایشان را مانند کوهان شتر می کنند. زمان می آید که مردم موسیقی و آلتهای موسیقی را حلال می دانند. زمان می آید که مردم شهادت دروغ را می پسندند و حق را پنهان می کنند. زمان می آید که مردم پیدا شوند با نام دین دروغها گویند تا مردم گمراه شوند. زمان می آید که پیروی کردن از رسم و آیین و فرهنگ کفار رواج یابد، یعنی بیگانه پرستی کنند. زمان می آید که مرد از زنش اطاعت کند، به خاطر همسرش از والدینش نافرمانی کند. زمان می آید که کار به غیر آن سپرده می شود، یعنی به شخصی که از عهده همان کار نمی براید. زمان می آید که مردم به صورت کامل زکات مال خیش را پرداخت نمی کنند. زمان می آید که در زمین قانون الله تطبیق و عملی نمی شود. زمان می آید که تعداد زنان از مردان زیاد می شود. زمان می آید که قاتل یعنی آدم کش نمی داند برای چی می کشد و کشته شده علت کشته شدنش را نمی داند. زمان می آید که زمین گنجینه هایش را بیرون اندازد، مثل طلا، نقره و غیره. زمان می آید که در بین مسلمانان زنانی خواننده و رقاصه زیاد می شود. زمان می آید که شراب نوشیدن آشکار می شود و زناکاری آشکار صورت می گیرد. زمان می آید که مردم در ساختن بناهای بلند با هم رقابت می کنند. زمان می آید که بسیار آدمها امانتهای مردم را خیانت می کنند. زمان می آید که بخیلی در بین مردم زیاد می شود. زمان می آید که زنان با شوهرانشان در تجارت شرکت می کنند. زمان می آید که جهل و نادانی ظهور می کند. زمان می آید که بعضی از قاریان در مقابل تلاوت و قرائت قرآن کریم از مردم پول طلب می کنند. زمان می آید که فحشا و منکرات در بین مسلمانان زیاد می شود. زمان می آید که مسجدها زیاد و با نقش و نگار آراسته می شود، اما در داخلش نمازخوان کم است. زمان می آید که مال دنیا و ثروت زیاد می شود. زمان می آید که مفتیهای جاهل پیدا می شوند و با فتواهای نادرست مردم را گمراه می سازند. زمان می آید که رابطه خویشاوندی میان خویش و تبار قطع می شود. زمان می آید که در دنیا قتل و کشتار زیاد می شود. زمان می آید که مردم به خاطر فتنه های زمانه آرزوی مرگ را می کنند. اگر هر وقت با این فتنه ها روبرو شدید منتظر قیامت باشید، چون که اینها همه از نشانه قیامت صغرا یعنی قیامت خرد است. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.